شادی نشاد یارتون با دوستان گرامی مخلصان فوتبال. اینک تلویزیونی ورزش و گروه جدی ما در مرز میدان مرکزی جمهوری شهر دوشنبه قرار دارد و امروز باز لیگ چمپیون‌ها است و بار اخیر ما بازی‌های لیگ چمپیون‌های سال 2023 رو در همین میدان می‌بینیم. محض چمپیون ما استقلال دوشنبه امروز با یکی از کلوب‌های از همه بویترین یعنی میلیاردرترین آسیا و همچنین که از پرقوت‌ترین که در حیات ستاره‌های خیلی زیادی دارد با اینجا آمده است و ما و شما امروز محض با چشمان خود اینجا می‌بینیم که در ورزشگاه مرکزی جمهوری هم یک ایده حقیقی فوتبال به میان آمده است. حالا ببینید در نزد من اینها فوتبال بازان همان دسته آوازداری النصر عربستان سعودی هستند که خیلی نزدیک هستند. من حتی نفس آنها رو گویا که میشنیده باشم و هر نوع بازی خیلی زیبا خواهد شد امروز ما امید داریم. از این خاطر در برنامه تا بازی با من چون همیشگی کارشناس فوتبال تاجیکستان ظاهر بابای حضور دارن. خوش آمدید به برنامه تا بازی. و چیز دیگر رو هم دوستان گرامی میگم که حالا یک شمالک سرد ببینید از جانب ورزا به ما میوزد، یعنی هوای ورزشگاه کمی سرد است اما به این نگاه نکرده ما آماده ایم که با شما در صحبت باشیم. خب چرا انتظار هستیم از بازی امروز ظاهر بابایوف؟ فکر می‌کنم که همین شمال سرد که از ورزا میاد با بچه‌های ما مدد میکنه. چرا انتظاریم غلبه رو انتظاریم. 12ام بازیگر در میدان امروز مخلصان ما میشد فکر من و فکر میکنم که همگان ما چه هر ما شاهد بودیم که هر یک مخلصی که می آمد با میدان فقط با یک خاطر می اومد غلبه با استقلال. فکر میکنم که امروز استقلال بازی بهتر و خوبتر خود نشون میدهد و با این هم نویل میشود. در حقیقت درست است دوستان گرامی. امروز وقتی که ساعت 5 به ورزشگاه اومدم قسمت شرقی ورزشگاه پر از مخلصان بود. با این سردی نگاه نکردم آنها آمده بودند که اینجا ستاره های فوتبال رو ببینن. ما هم امید داریم که این ستاره ها رو میبینن. پیش از آن که باز درباره این بازی سخن گوییم اول بیاید یک مرتبه یادآور نشیم و جدول این مسابقات رو پیش نظر میاریم که کارگردان حالا پیشنهاد میکند و جدول مسابقات از آن شهادت میدهد که الکی در این گروه همه جایها تقسیم شدند. النصر با 13 امتیاز در زینه اول است. جای دوم در دسته پرسپولیس ایران که امروز با الدوحیل بازی دارد. به نتیجه این بازی‌هایی که حالا برگزار می‌شوند پرسپولیس هم در جای دوم باقی میماند. الدوحیل حالا در جای سوم است و استقلال در جای چهارم. اگر استقلال امروز پیروز شود و پرسپولیس بر الدوحیل غلبه به دست آورد پس استقلال ما میتواند یک قدم به صف پیش گذارد. از همین خاطر امروز من فکر می‌کنم که این بازی یک بازی نمایشی است. بیش از اون که دوری هست اما نمایشی است و دست‌ها باید سرعتی بلند نشون دهند. شما چی میگید؟ بله شما درست قید کردید. ما وابسته این ما فکر می‌کنم که برای تکان دادن فوتبال ما، برای الهام گرفتن مخلصان ما که با یک امید خیلی خوب با این ورزشگاه آمدن بچه‌ها تمامی هستشون میتونن و نه وابسته این غلبه ما غلبه کنیم ما میتونیم حتی جای سوم هم گیریم علاوه جون بین بازی دسته پرسپولیس و الدوحیل. برای ما هم نتیجه این بازی بسیار چه میتونه. البته طور من گفتم حالا ببینید این صدای مخلصان رو که اینجا نو واسه به اون که ستاره از همه بزرگ جهان امروز کریستیانو رونالدو به تاجیکستان آمد ولی خیلی دیر هم معلوم شد که به تاجیکستان نمیآید و لحظ برداشته است. این مخلصان دلباختگان فوتبال به اینجا خیلی بر وقت آمده بودند و ظاهر بابایوف بیاید در حقیقت بزرگ بودن کریستیانو رونالدو رو بار دیگر میتوانیم تماشا کنیم. اینجا یک لوحه هست وقتی که النصر عربستان سعودی برای کریستیانو رونالدو 200 میلیون دلار پیشنهاد کرد که با دسته النصر آید و این لحظه های پیشوازگیری کریستیانو رونالدو است و زیر همین کفکابی مخلصان ما این لحظه ها رو میبینیم. کریستیانو رونالدو اصلا این ستاره هست که در مجموع الکی ما در این باره گفتیم که از اون یادگاری هایی که در عالم فوتبال هستند او هم نام خود را باقی گذاشته است. یک مرد اصیل هست
تو بیاید با آسیا تو که آسیاها از او بهره برند. شما هم از ناآمدن یا چیزی گفتنی دارید؟ گفتنی دارم. البته من فکر میکنم که بازیگرانی النصر و رهبریت دسته و فکر میکنم که با کریستیانو رونالدو البته مهمانوازی مویا مردم مویا یک مملکت بیش اثر مویا و گفتنی است این بازی امروزه را فکر میکنم که کریستیانو رونالدو هم تماشا میکند و نوبسته از این هر یک مخلصان ما دوست میدارن استقلال بازیگران استقلال و فوتبال تاجیک. راستی دوستان گرامی شما یعنی میتونید خفه نشوید که برای چی کریستیانو رونالدو به اینجا نامد. از این بازی هایی که محض النصر عربستان سعودی داشت تنها در یک بازی خارج از میدانش با کشور ایران آمد چون که اونجا امتیازها نیاید ضرور بودند و برای دسته النصر غلبه کردن بر پرسپولیس ضرورت داشت. همین طور هم هست. بله همین طور است و نهایت با حساب 2-0 توانست که النصر پرسپولیس رو شکست داد. بازی دیگرش بر دسته استقلال تاجیکستان بود. 3-1 ما اونجا باختیم ولی بازی همون در اولین واخوری در ریاض امارات متحده عرب در پارک اول یعنی ورزشگاه خیلی خوب بود. ما اول گل زدیم. بله الان جان بله گفتنی هستم که تا دقیقه‌اش قریب که 70 دقیقه گویم خطایی نمیکنیم ما با حساب 1-0 چو غلبه داشتیم. همگان ما دیدیم که رونالدو چه با یک هیجان اومدن نمیدونست چیکار کند به عصبی میشد. افسوس که بچه‌مون این حساب داشتن نداشتن. همین گلی که اینجا سنین سه بله این تماما دلی گویم عرب ها را در اون ورزشگاه کفوند ولی اونا امید داشتن که بازی خوبتر میشود. به هر نوع رستم یتیموف کار خود رو کرد و همه بازیگران دسته النصر رو از نگاه روانی هم خیلی کاهش هم داد. من یک چیز گفتنی هستم که سر مربیای ما ستاد مربیان فکر میکنم که از بازی که ما کردیم با تیم با قوت‌ترین آسیا النصر بسیار چیز گرفتن. یعنی مثلا امروز یک تاکتیکی ما بازی میکنیم و فکر میکنم که هجوم و هجوم است و اگر در دفاع هم باشه کنتر هجومای خوب ما باید کنیم برای غلبه. البته ما باید فقط در دفاع نشینیم و هجوم کنیم و هر یک بازیگرانی که ما میدونیم که تمام دنیا اونا میدونن من فکر میکنم که بچهای ما تمام هستشون امروز میتونن و یک بازی خوبم بکنن. گفتنی هستم که از دروازه‌بان سرکرده بسیار یک دروازه‌بانای خوبم دارن و جای کمبودی هم دارن. مربیای ما همین در جای کمبودی همین کماد کارم کردن. کریستیانو رونالدو اولین گل خود را در لیگ چمپیونای آسیا محض با دروازه دسته استقلال دوشنبه بود. این در تاریخ هم ثبت میشود و همیشه میخواند میگن استقلال تاجیکستان کریستیانو رونالدو گل زده بوده است. بله یک چیز ما شما در علاوه کردن وقتی که مخلصای ما یعنی قوه 12 ما گیریم اگر وقتی که تیم النصر میبرد استقلال میگفتن اونا خیال میکنن که الهلال اینا 3-0 برای الهلال باختن. فکر میکنم که امروز هم اونا در ترس هستن و امروز بچهای ما باید که استقلال بازیشون نشون بدن. در حقیقت درست بیاید پیش از اون که در باره بازی الهلال و النصر که روز یکم دیگر برگزار شده ما اینجا نمونه رو داریم گپ زنیم بیاید یک مرتبه به این میدان توجه میکنیم. من میخوام در اینجا شما تالیسکا رو یابید بازیگر رقم 94 دسته النصر عربستان سعودی او دوستان گرامی در بین نشانزن‌های لیگ چمپیونای آسیا سال 2023 اولین است با او کسی نزدیک نیست. 6 توپ زده است و این توپ‌هایش با دروازه دسته منتخب تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه هم بود و باید گفت که تالیسکا برزیلیایی یکی از بازیگران شهرتیار هست در این دسته. ببینید این گل تالیسکا زده می شود در یک بازی که با عبدالحیل داشت و اونجا کریستیانو رونالدو نبود. ما از تالیسکا همینا ببینید که چگونه گل‌های زیبا میزند و خطریکش رو هم اینجا خوب ثبت کرد. در مورد تالیسکا باز چی هم گفتن اینجا دوستان گرامی ممکن است
Taliska imroz ham dar حالا hayat رو اعلام کردن کمی من کمی بله دیرتر با گوشم نرسید که حالا کی در میدان است و دست ما میرسد ما با شما خواهیم گفت اما در بغیر از تالیسکا که ما اینجا گفتیم اینجا سادیو مانه سینگاری هست بازیگر 31 ساله تحت رقم 10 هست حالا در میدان این لحظه ما تماشا میکنیم که او هست یا نیست این هم بازیگری فوق‌العاده هست دوستان گرامی که از ساوثگمپتون و لیورپول سر کرده تا باور اومد و از اونجا با النصر 14 بازی کرده است در النصر و 6 گل زده است در واقع مدرسه الدوحیل گل دوم را او زده بود این درباره سادیو مانه من چون میخوام که مخلصان بدونن که امروز کی است در این میدان سیکو فافانا ورزشگری فرانسوی است اصلا در عهد دسته کت دیوار بازی کرده است این عجایبات است در منچستر سیتی سال 2014 و 2016 بود خب اوتاویو ادمیلسون دا سیلوا پرتغالی است 28 ساله از پورتو بعداً با ویکتوریا و با النصر گذشت این سال همین سال بود 13 بازی 3 گل داده است ایمریک لاپورت یا لاپورته او از اتلتیک بیلبائو با منچستر سیتی انگلیا گذشت و نهایت گذشت با دسته النصر یعنی این نام ها چی گونه نمیتونن با مخلصان البته تاثیر میرسونن تاثیرشون خیلی بزرگ است من فکر میکنم که برای فوتبال بازان ما فرق نداره که کی بازی میکند کی بازی نمیکند ما میدونیم که حتی بازیگرانی که در احتیاط النصر هستن اونا بهترین از بهترینا در آسیا هستن بله. برای اول فکر میکنم آمادگی ما باید از دقیقه اول آمادگی گیریم و فشار کنیم حریفه و ضربه‌ای که ما کم زدیم در عربستان سعودی امروز هم ضربه باید بسیارتر باشد برای که همون کمبودیایی که ما مربی‌ها دیدن و متخصصا دیدن فکر میکنم که هجوم کننده‌های ما و نیم فوزر کی نباشه در هجوم باید چیکار کنن ضربه زنن ضربه بسیارتر زنن و از کناری ما گیریم استاندارد پلاژنی میگیم یعنی که توپای جریمه‌ای و توپای کنجی هم ما باید خوب استفاده بریم تشکر زیاد دوستان گرامی با سهم شما میرسونم که این فوتبال اون نیست که فقط غلبه به دست آید فوتبال همچنین شکست رو هم دارد مثل اون که چون اینجا ستاره های اساسی جهان اگر گیم بازی میکنن در دسته النصر حتی نخواهیم کرد شما اگر ببینید که بازی که محض دسته الهلال پیش از آمدنش به اینجا با النصر داشت با حساب 3-0 پیروزی به دست آورد این بازی در نزد ما و شما است ببینید چگونه گل ها زده میشن کس باور نمیکند که در دسته که النصر ستاره ها هستن همین گونه گل زدن ممکن باشد بله ممکن است علایدین و فکر میکنم که امروز در حقیقت هم مخلصان ما یک امید زیاد دارن از بچه‌های ما هم فکر میکنم که ببینید که این دسته یگان شکست نخورده است تا همین روز با سرزمین ما اومدن و در پیش تیم استقلال ما یگانه وظیفه است که امروز باید تیم النصر را شکست باید داد در حقیقت چنین هم هست اینجا پرچم تاجیکستان رو ببینید دوستان گرامی بغیر از اون که اینجا از تاجیکستان مخلصان اساسی فوتبال تاجیک هستند بغیر از اینها ما اینجا پرچم‌های ازبکستان پرچم قزاقستان روسیه را هم دیدیم روزنامه‌نگاران هم از کشورهای روسیه قزاقستان ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی به اینجا بودند یعنی توجه به این بازی نهایت زیاد است طور شما گفتید الکی دسته ها رو فکر میکنم که نه اینکه یک مخلصان اومدن از هر دولت‌های همسایه ما فکر میکنم که حتی متخصصا هم نیست در اینجا اومدن و اینا گفتنی هستن که امروز این بازی را اگه بازی اول چقدر که میدونیم 200 میلیون آدم تماشا میکرد امروز هم فکر میکنم که از این زیادتر تماشا میکنند و کمتر نه بله در حقیقت این است از اون روزی که استقلال بعد قسمی اول با حساب 1-0 در بازی اول در بازی رفت دسته ها پیروزی به دست آورد
جهان رو لرزوند. بله برابر تمام شده است. من نگاه کردم که تقریبا 2 یا 3 ساعت بود. 2 میلیون علاقه این بازی رو تماشا کردند، یعنی لحظه های بازی رو. حالا خوب خیلی آسان شده است، بسیاریا رفتی بازی رو کمتر میبینن، یک بار بعد انجام بازی لحظه های بازی رو تماشا کردن. خب این هم خیلی خوب است. حالا آهسته آهسته دسته ها طور میبینیم از اینجا به دیگر طرف میروند. خب بیاید چون به دست ما رسید این دسته ها، یک بار ما اینجا میبینیم که کی اینجا در میدان بازی میکند یا که بازی نمیکند، ولی با سمی همه مخلصان میرسونم که نوابسته با اون که این بازی که یگان چیز را حل نمیکند، شاید میمونان حیاتی ناقدر مثلا پرقوتی خود رو بیرون. شما چی نظر دارید؟ من فکر می‌کنم در این حیات بازیگرانی سوس دیدن نمی‌شود. برای اینکه شما خیلی که گفتید که یکی از دست‌های میلیاردر، یکی از دست‌های بویترین دنیا هم گویم خطایی نمی‌کنیم. بله. دنیا، یعنی که در این همه بهترین جمع اومده است و فکر نمی‌کنم که برای استقلال فرق ندارد که امروز رونالدو بازی نمی‌کند یا دیگرش بازی نمی‌کند. برای بچه‌های ما فقط یک وظیفه است، یعنی که غلبه کردن. برای غلبه کردن چی در کار؟ اون تاکتیک، اون استراتژی که مربی‌ها گرفتن در تمرینات و فکری من همون باید بچه‌ها این روز در میدان چیکار کنن؟ تطبیق کنن. درست است. بیاید یک لحظه یک چیز دیگر رو هم بگویم. امروز هوا سرد است. ناآمدن کریستیانو رونالدو این هم به بخت اوست. اگر میومد از این سردی که جا هست و شاید لطخوریش باز بیشتر افزایش می‌یافت. راستی گپ که از صدا و حول نفس مخلصان که استقلال تاجیکستان میگن ما گرم شده استم. خب دوستان گرامی اینجا اشاره میکنن، میخواستم درباره هیئت دسته چون دیدم که اینجا سیکو، فافانا، سادیو مانه، اینچنین تالیسکا، اوتاویو، لاپورت، اینا همه در هیئت احتیاطی هستند. از این خاطر بیاید سخن رو با بابا خالروزاده میدیم که در استودیو نشسته است و رفتی بازی رو با شما تفسیر میکند. ما باشیم در این ورزشگاه بازی رو تماشا میکنیم و برمیگردیم بعدی بازی.